سعید ابن مسیب 80 ساله بود. خب حتی اعصاب میگرفت، استاد به سختی استاد میشد. زنش وفات کرده بود، تو گفت که مرا گفت زن نزدیک من نبرین که خراب میشه وضعم. تو میگفت خب والله گفتم 80 سالگی زن نزدیک من شود خلاص حوصله ندارم. امی زن پیرم گفتم 60 ساله رم نزدیک من نبرین، جوان خوبان. گفت ما گفت وضعم خراب میشه. خب باز میگفت که انسان در بخش زن ضعیف است، که زن نزدیک شدی خلاص شد. با یک بار که در زنا واقع شدی، با نه مبارزه است، نه دعوت است، نه جهاد، امی غیرتت میره گویا که بادت بکشن، نه امی تو بخیر یک پچ شوی. امی زنا که کدی بازی شدی. حالا می کافرها کوشش میکنن که می کلانای رهبرای جهادی ویره در زنا آغشته کنن، نه در زنا و حرام واقعش کرد خلاص. بعد از او کل قوانین کفری را میپذیره.